به نام خدا سلام میکنم خدمت همه شما دوستای خوبم. امیدوارم هر کجا هستین حالتون خوب باشه. حامد مودی هستم با ویژگی های جدید ادوبی XD یعنی نسخه 34 در خدمتتونم. همونطور که قبلا هم توی کانال اطلاع رسانی کردم، توی کنفرانس ادوبی مکس امسال قرار شد که ادوبی XD با ویژگی ها و تغییرات بزرگی عرضه بشه. همینطور هم شد. ساعتی پیش کنفرانس ادوبی مکس شروع شد و ادوبی XD 34 هم معرفی شد و ویژگی های جدید اون رو هم میتونیم توی این ویدیو ببینیم. خب بدون فوت وقت برم سراغ بخش ویژگی ها و اشاره به این ویژگی ها داشته باشم. از آدرسی که اینجا دارید میبینید میتونید ویژگی های آخرین نسخه ادوبی XD رو مشاهده بکنید به صورت دقیق و مو به مو. ادوبی XD اومده ویژگی های خودش رو اینجا گذاشته. ویژگی های نسخه های قدیمی رو هم اگر خواستید ببینید میتونید از قسمت previous releases of XD ببینید. سال 2019 سال 2020 که اکتبر 2020 نسخه 34ش منتشر شد و این ویژگی هایی که اینجا دارید میبینید در اون عرضه شده. و بریم سراغ بررسی ویژگی ها. اینجا میتونید روی دکمه زیر کلیک کنید و ویژگی های بیشتر رو بتونید ببینید. خب توی این قسمت اینجا از ادوبی XD 2021 ریلیزز اسم برده، ولی خب حالا اکتبر 2020 منتشر شده. نمیدونم شاید آخرین نسخه ادوبی XD باشه که امسال منتشر میشه. حالا نمیدونم، شاید هم اشتباه کردن و اینو اشتباه نوشته. ویژگی های نسخه 34. اولین ویژگی و بزرگترین ویژگی این نسخه امکان ترانسفورم و انتقال سه‌بعدی در واقع هست. خب میتونید نمای از کارم ببینید که چه کارهایی رو میشه با این ویژگی انجام داد. کل ویژگی ها رو اینجا میتونید به صورت عکس یا خب انیمیت ببینید و یه چیزی دستتون بیاد از این. برای هر کدوم هم اینجا میتونید جزئیات رو بزنید و توی جزئیات خب توضیحات بیشتری در این خصوص داده شده. و اما بریم سراغ ادوبی XD و بررسی ویژگی 3D ترانسفورم. خب ما توی نسخه های قدیم چی داشتیم؟ توی نسخه های قدیم میتونستیم اجازه من اینو غیر فعالش بکنم. توی نسخه های قدیم ما میتونستیم بیایم اینجا جابجایی رو انجام بدیم در راستای محور X، در راستای محور Y و چرخش رو فقط در راستای محور Z. میدونید که همین اگر این رو صفحه در نظر بگیرید که کامل روبروی شماست، اون خطی که صفحه رو سوراخ میکنه به داخل میره میشه محور زد ما. اما ما امکان این رو نداشتیم که در راستای محور، یعنی در واقع در راستای هر سه محور هم بتونیم امکان جابجایی رو انجام بدیم و هم چرخش رو. اما توی این نسخه این مشکل برطرف شد و ویژگی جدیدی که اومد ترانسفورم سه‌بعدی است و ما میتونیم دقیقاً این رو بچرخونیم در راستای محور X, Y, Z و هم جابجایی در راستای هر سه محور. خب بریم سراغ یک مثال ساده از این و یک بررسی کوتاهی هم انجام بدیم. کاری که من میخوام انجام بدم رو توضیح بدم اول خدمتتون. میخوام این گوشی رو بذارم اینجا. این گوشی قراره که بچرخه در زوایای مختلف و در همون حالتی که پرسپکتیو خودش رو داره، اون نمای چشم انداز خودش رو داره، المان های ما انیمیت بشن انگار که یه گوشی واقعی اونجا داره المان ما رو انیمیت میکنه و این خیلی خوبه برای بخش ارائه و پرزنت کردن طرحمون. من طرحی که اینجا داریم میبینیم، طرح دارکش رو کپی میکنم. این رو من بگم، این رو من تو کانال Learn XD گذاشتم، میتونید عضو اونجا بشید و از اونجا دانلود بکنید. من این رو کپی میکنم توی این آرت بورد، اینجا این رو قرار میدم و قرار این رو تغییر بدیم. اجازه میخوام که یک سایه خیلی کوچیک هم قرار بدم. من بیام اینجا یه سایه بورده رو بردارم، کامل میرم سراغ آبجکت بلر خودم و یک سایه خب به این شکل رو ازش ایجاد میکنم. ولی خب من سایه من باید دقیقاً زیر المان ها، آره دیگه، زیر آخرین المان باشه که به این شکل در بیاد. خب گفتیم که در راستای محور X Y فقط داریم و میخوایم در این نسخه در راستای هر سه محور هم جابجایی و هم چرخش رو داشته باشیم. خب در حالت عادی ما همچین امکانی نداریم، اما یک آیکون اینجا اضافه شده توی بخش ترانسفورم
توی این بخش ما آیکون کیوب رو داریم یا در واقع همون جعبه سه‌بعدی مکعب هست که 3D ترانسفورم ها هست. ببینید Adobe XD ویژگی سه‌بعدی رو در حال حاضر داره الان، یعنی الان ویژگی سه‌بعدیش فعال هست. ببینید زدن این به معنی فعال بودن یا غیر فعال بودن این ویژگی نیست، اشتباه نکنید. فعال کردن این به معنی اینی که بازوهای جابجایی و ترانسفورم سه‌بعدی رو به من نشون بده یا نشون نده. اگه من اینو بزنم بازوهای سه‌بعدی رو به من نشون میده، نزنم به من نشون نمیده. خب اگه من اینو بزنم فعالش بکنم میبینید که یک شکلی اینجا ایجاد شده شبیه نمیدونم هسته اتمه که الکترون‌ها دورش دارن میچرخن. خب میتونم در راستای محور X این رو چرخش بدم. میبینید ببین ما هنوز چالش اکسترود رو داریم. حالا اونایی که موانع سه‌بعدی رو میدونن ما چالش اکسترود رو داریم. الان یک صفحه خیلی تخ رو ما اینجا داریم که اصلا از این زاویه نگاه کنید کلا نیست. ما این رو داریم، پس تا در حال حاضر نمیتونیم خیلی بچرخونیم چون از حالت طبیعیش خارج میشه، غیر طبیعی میشه. خب این در راستای محور X رو میتونم جابجاش بکنم، بچرخونمش در واقع، و در راستای محور این در راستای محور X ما هست، این در راستای محور Y ما. میبینید چرخشمون رو داره اینجا انجام میده. در راستای محور Z ما هم که خب همون حالتی که قبلا داشتیم رو ما اینجا هم داریم. خب اینجا چرخش رو کامل صفر میکنم. میبینید اینجا بازو همزمان تغییر میکنه و میتونید تغییرات رو ببینید. خب ویژگی دیگه ای که ما اینجا داریم، خب جابجایی در راستای محور X و Y رو داشتیم، اما جابجایی در راستای محور Z همینجا اضافه شده که موس وقتی که ما روی مرکز این ببریم میتونیم در راستای محور Z با کلیک و درگ اون رو جابجا بکنیم. میبینید داره به سمت ما میاد، در راستای محور Z داره جابجا میشه. یه نکته ای رو اینجا دقت بکنید، ما توی این حالت وقتی که حالت سه‌بعدی ما فعال هست و زد ما از در واقع فاصله زد ما از زد لایه های دیگه کمتر میشه بدون در نظر گرفتن اینکه کدوم لایه بالا هست یا پایین، اون لایه محو میشه بدون هیچ شکی. پس اینجا دیگه این قوانین صدق نمیکنه که چون این لایه بالا هست حتما در همه شرایط باید دیده بشه. نه دیگه، اینجا زد تعیین میکنه، محور زد. بریم سراغ ادامه کارمون. خب ما اینجا قرار بود که خب تصویر خودمون رو هم اجازه میخوام که اینجا بذارم. من این تصویر رو که توی دوره پیشرفته یا دوره جامع با هم طراحی کرده بودیم و ما یک پروژه و خب انیمیت دادیم و اون کامپوننت ایجاد کردیم رو با ما یک کامپوننت اینجا مشخص کردم و میخوام این رو کپی بکنم و توی این قسمت در داخل این قاب قرارش بدم. خب اینجا کلیک میکنم. بهترین حالت اینه که من اسکرینم رو که دقیقاً این هست رو بیارم اینجا قرار بدم. خب من این رو پیست میکنم، میام جانماییش رو مشخص میکنم، یکم زوم میکنم ببینم دارم چی کار میکنم. خب این از این قسمت و این هم یکم دیگه. خیلی خب این هم به این شکل. حالا کافیه که اون رو مسکش بکنم. برای مسک کردن کافیه من این رو بیارم زیر اون مسکم قرار بدم، هر دور انتخاب بکنم و کلیک راست ماسک with shape. دقیقا همون چیزی که ما میخوایم. این نکته رو توجه بکنید، هر المان ویژگی های سه‌بعدی خودش رو داره. اگه من بیام این رو تغییر بدم، میبینید الان من ماسک رو انتخاب کردم، این رو تغییر بدم فرق میکنه با اینکه من بیام این المان رو تغییر بدم و بچرخونمش. پس حواستون باشه که دقیقاً کدوم گروه یا کدوم المان رو تغییر میدیم. و یه نکته دیگه توی این شرایط من وقتی که دارم از ماسک استفاده میکنم و یک کامپوننت دیگه نهایتاً تا المان کامپوننت ما سه‌بعدی فعال هست و المان های زیرش دیگه ویژگی سه‌بعدی رو نمیتونه بگیره. پس این رو مد نظر داشته باشید که نمیتونید دیگه تغییرات رو تا یه حدی انجام بده. یه سری محدودیت ها به صورت کلی در حال حاضر ترانسفورم سه‌بعدی ادوبی XD داره که میتونید توی جزئیات ویژگی سه‌بعدی اونها رو ببینید. خب این محدودیت هایی که اینجا وجود داره میگه شما توی حالت وضعیت سه‌بعدی نمیتونید فاصله پدینگ ها، استکس و موارد دیگر رو یا ریپیت ها رو بیاد
تعیین بکنید و یه سری موارد دیگه ای که بد نیست یه نگاهی بهش بندازید و در جریان اون باشید. ممکن توی نسخه های دیگه خب روی این کار بکنم و اینها رو بهبود بدن، اما در حال حاضر این امکان وجود نداره. خب کاری که من میخوام انجام بدم اینه که میخوام این رو یه چرخی بدم در حالت سه‌بعدی و در حالت سه‌بعدی با المان‌های داخل موبایلم کار بکنم. میخوام یک پرزنتیشن یا ارائه سه‌بعدی رو به صورت داینامیک انجام بدم که خب کار رو میتونه جذاب‌تر بکنه. ببین این فقط یه حالت، یک مثال از استفاده از حالت سه‌بعدی. مثال‌های دیگه هم هست که واقعا کاربردیه، مثلا توی اینترنت اشیا و نمیدونم VR و AR اگه اشتباه نکنم، خب خیلی کاربرد داره. خب من میام اینجا و یک آرتبورد دیگر رو از این ایجاد بکنم. توی این آرتبورد قراره که من این رو یکم بچرخونم. دقت بکنید، حتما گروه رو انتخاب بکنید. من یه چرخ این رو میدم به این قسمت، یکم هم به پایین. خب این تا اینجا خوبه. میخوام یه چرخ دیگه هم این رو بدم و توی این حالت میتونم اینجا کامل صفرش بکنم بچه‌ها. یعنی اگر شما سر خط رو گم کردید میتونید به راحتی صفرش بکنید بدون هیچ مشکلی. خب من این رو میتونم اینجا به این شکل در بیارم. حالا هر چند ظاهرش ممکنه زیبا هم نباشه، اما بحث ما زیبایی فعلا نیست. میریم سراغ پروتوتایپ. قراره که روی گوشی که کلیک بکنه بره به پروتوتایپ بعدی با تریگر تب اتو انیمیت و خب یک ایز این زمان 8/10 ثانیه هم بهش میدیم که یکم طولانی باشه و میخوایم که از این به صورت خودکار به حالت بعدی بره. خب اینجا تایم رو در نظر میگیریم براش و دیلی هم بهش یه 2 میلی ثانیه بهش میدیم، یه ایز این هم براش مشخص میکنیم و همون تایمی که برای این دادیم هم به این قسمت میاریم. حالا اینجا من میخوام اجرا بکنم کار رو. من کلیک میکنم. خب دیدین که در حالت سه‌بعدی قرار گرفته. حالا توی حالت سه‌بعدی من میتونم به راحتی کلیک بکنم و انیمیت خودم رو داشته باشم. دقت بکنید ویژگی خوب این ویژگی اینه که جمله درستی نیست در واقع، ببخشید. امکان خوب این ویژگی، البته اگه نگیم باز امکان همون ویژگی که هست کاری نداریم، ادامه میدم. خوبیش اینه که ما پرسپکتیو خودمون رو در صورت جابجایی المان‌ها در راستای محور X و Z در داخل یک گروه یا یک عنصر حفظ میکنه. ببینید الان من جابجاییم در راستای محور X، کدومه؟ در راستای محور X این شکل ماست. پس دقت بکنید در راستای محور X کلی این تغییر نمیکنه و دقیقاً حالت یک ارائه سه‌بعدی خوب رو اینجا به ما میده. خب من اگه بیام اینجا و این رو ببینم، میبینید جابجاییش میبینید به چه صورته. دقیقاً در راستای محورهای مربوط به المان گروه خودشه و پرسپکتیو رو کامل حفظ میکنه. در کل کارهای زیادی رو میشه با این انجام داد. چند نمونهش رو هم توی کانال تلگرام میذارم که اینجا با هم دیگه ببینید. خیلی خب این بحث سه‌بعدی رو من اینجا میبندم. ببینید بحث سه‌بعدی باز خودش چالش‌های خودش رو داره، مفاهیم خودش رو داره و مخصوصا شرایطی پیش میاد که شما میخواین در یک موکاپ این طرحتون رو اجرایی بکنید و روی اون کلیک بکنید. دقیقاً یک حالت موکاپی که زاویه‌اش مشخص نیست و تنظیم کردن این شکل روی اون موکاپ، روی اون عکس خب سخته. ببینید در این شرایط با چه کار بکنیم. مباحث خاص خودش رو داره و توی این ویدیو فقط ویژگی‌های نسخه 34X رو قراره با هم دیگه معرفی بکنم. خب دیگه کار ما با این سند تموم شد و این سند رو میبندم. خب سیوش نمی کنم. ویژگی بعدی که اومده در خصوص کامپوننت ها است و کاری کرده که ما بتونیم به صورت هوشمندتر از کامپوننت ها استفاده بکنیم. خب ببینید من مثال میزنم. ما کامپوننت ها رو میتونیم به صورت تو در تو یا اصطلاحاً نستد استفاده بکنیم. به این صورت که من یک کامپوننتی که اینجا دارم، خب اینها کامپوننت فرزند من هستن و تمامی کامپوننت های فرزند در داخل
کامپوننت های دیگه استفاده شدن. این الان یه کامپوننت فرزند سطح پایین ترین سطحه. بعد من یه کامپوننت کلی اینجا دارم که این کامپوننت هم در داخلش استفاده شده. بعد این خودش باز یه کامپوننت که در داخل یه کامپوننت دیگه استفاده شده. خب میبینید این یک کامپوننت، این در داخل یک کامپوننت دیگه و این کامپوننت دوباره در داخل یک کامپوننت دیگه. اینجا ادوبی XD قبلا خب ایراداتی داشت در این خصوص، توی این نسخه اومده تمرکز کرده و این مشکل رو حل کرده، به این صورت که هر کدوم از المان ها، هر کدوم از کامپوننت ها در هر سطحی که باشن تمامی ویژگی های زیر مجموعه خودشون رو، یعنی تمامی زیر مجموعه های خودشون رو میتونن پشتیبانی میکنن و تغییر بدن. یعنی اینجا اگر من اینجا کامپوننت اصلیم، کامپوننت مادر در واقع دکمه اینه، من این رو بخوام تغییر بدم باعث میشه که تمامی این کامپوننت ها تغییر بکنه، چون همه اینها سررشته از این داره. این در سطح 1، این در سطح 2، این در سطح 3. میبینید به صورت نسته تو در تو بودن کامپوننت در سطح 1، سطح 2 و سطح 3. اگر بیام اینو تغییر بدم، خب رنگ اینو من تغییر میدم، میبینید همه با هم داره تغییر میکنه، تمامی سطوح زیر مجموعش رو داره تغییر میده. خب حالا من میام اینو مثلا حالا رنگش رو تغییر بدم. حالا چه اتفاقی میفته اگر من بیام سراغ یکی از این کامپوننت ها، این کامپوننت خودم، اینو تغییر بدم، چه اتفاقی میفته؟ خب در حالت قبلی فقط، یعنی توی حالت ادوبی XD نسخه های قبل فقط همین تغییر میکرد. خب یه سوال، اگر اینجا من یک کامپوننت دارم، خب این کامپوننت رو قرار مگه نبود که اگر من بیام رنگی از این رو تغییر بدم بقیه هم تغییر بکنه؟ خب چرا؟ خب اینجا اگه من بیام رنگ این رو تغییر بدم توی نسخه جدید باعث میشه که زیر مجموعه اون کامپوننت تغییر بکنه، چون این کامپوننت خودش باز در اینها استفاده شده. میبینید سطح پایینترش رو داره تغییر میده ولی به سطح بالاترش کاری نداره. حالا اگه من بیام سراغ یکی از این المان‌های داخل، یعنی دوباره این کامپوننتی که زیر مجموعه کامپوننت دیگه هست، اینو تغییر بدم، میبینید فقط سطح خودش رو پشتیبانی میکنه چون زیر سطح دیگه ای نداره. این باز خودش میتونه توی یک کامپوننت دیگه ای مورد استفاده قرار بگیره که باز همون ساختار تغییر رو ما اینجا داریم. اینو یکم بشینید تحلیل بکنید، چیز سختی نیست. المان‌های یا کامپوننت‌های تو در تو یا سلسله مراتبی هم بهش میگن که هر تغییر هر کامپوننتی تمامی زیر مجموعه‌هاش رو تغییر میده ولی تمامی بالا مجموعه هاش رو نمیتونه تغییر بده. اینو پس خاطرتون باشه. خب این هم از بخش کامپوننت های تو در تو در خصوص ادوبی XD نسخه 34 که این تغییرات رو روش اعمال کرده. تغییرات خوبی هستن ولی دقت بکنیم ما این تغییرات رو داریم برای یک دسته بندی، کامپوننت بندی و دیزاین سیستم حرفه‌ای. خب اینو پس حواستون باشه که باید یه سیستم حرفه‌ای بنویسید تا بتونید از این ویژگی‌ها به نحو احسن استفاده بکنید. خب این هم از این ویژگی کوچیک بعدی یه تغییرات ساده‌ای در خصوص متن که اجازه بدید با هم دیگه بررسی بکنیم. خب وقتی که ما ابزار متن رو انتخاب می‌کنیم و قرار یک متن بنویسیم، اجازه بدید من اینو زیادش بکنم، این رو هم فونت ایران سنس رو بهش بدم. خیلی خب، ما توی قسمت پایین دو تا گزینه داشتیم، یکی خب اریا تکست بود اگه اشتباه نکنم و دیگری پوینت تکست که به صورت خطی داشتیم و به صورت یک باکس جعبه‌ای یا منطقه‌ای داشتیم. اما اینجا یه تغییری ایجاد شده و به 3 تا تقسیم شده. خب در واقع تغییر خاصی نکرده، فقط یکی از آیتم ها اضافه شده، بقیه هم اسمش تغییر کرده. خب در حالت عادی اتوبیتسه، یعنی ما هر چی بنویسیم طولش همون خواهد بود. اجازه بدید من اینو راست به چپش کنم، اجازه بدید من پاکش کنم، اول راست به چپ کنم، دوباره باید بنویسم. آره خب سلام. خب ببینید الان ویتسش خودکاره و هر چیزی که ما بنویسیم به صورت خودکار انجام میشه در حالت عادی. اگر من بیام این رو روی فیکس ویت قرار بدم، میبینید دقیقاً همون حالت
اریا تکست ما میشه، همونه، فرق نمیکنه، اسمش فقط اینجا تغییر کرده و گفتن که اسمش رو بذاریم این. خب فیکس ثابته، ویتسش دیگه تغییر نمیکنه. میبینید من خودم دستی باید اینجا تغییر بدم. توی نسخه قبلی باز یه ویژگی جدید اومد که من میتونم اینجا دبل کلیک بکنم و این رو متناسب با این قرار بدم. خب اینجا به صورت اوتو هایت اضافه شده. این دقیقا همون ویژگیش. وقتی که من اینو اضافه میکنم و شروع میکنم به نوشتن، میبینید ارتفاع به صورت خودکار اضافه میشه. توی نسخه قبلی به این صورت بود که توی این شرایط گم میشد متن ما، باید دبل کلیک میکردیم روی نقطه قرمز پایین این باکس تا باکس ما هم اندازه متن ما میشد. اما اینجا دیگه اوتو هایت رو گذاشته تا این مشکل رفت. یک ویژگی خیلی ساده و خب ممکنه که کارایی خودش داشته باشه، مخصوصا این اوتو هایتی که اینجا داریم. توی نسخه قبل ممکن اذیت میشد، اما اینجا دیگه اذیت نمیشه. خب این هم یک ویژگی ساده متن. مورد بعدی که ادوبی توی این نسخه روش خیلی تمرکز کرده در خصوص دیزاین سیستم هست و سعی کرده که ارتباط خوبی و منسجمی رو بین طراح‌ها و کدنویس‌ها برقرار بکنه. خب دیزاین سیستم چی هست؟ من توی دورم چون مباحث UI و UX رو نداشتیم و صرفا دوره XD بوده به این نپرداختم، اما اجازه بدید یک اشاره‌ای رو انجام بدم. خب ممکنه که دیزاین سیستم رو بهتون معرفی بکنم و بگن که خب یه سری المان ها هست کنار هم، یه طرح بهتون بدن بگن این دیزاین سیستم ماست و شما اشتباه بگیرید اون رو با UI کیت. UI کیت میاد خب فقط در مرحله دیزاین اون رو بهتون ارائه میده و خب طرح‌های مختلف رو بهتون نشون میده، اما سیستم یک مفهوم کامله، یعنی از شروع کار تا انتهای کار باید کار ما رو راه بندازه. شرکت‌های بسیار بزرگ دیزاین سیستم خودشون دارن، شرکت‌های کوچیک معمولا استفاده نمی‌کنن و از دیزاین سیستم‌های دیگه ممکنه استفاده بکنن. دیزاین سیستم بخوام مثلا نام ببرم مثل متریال دیزاین، یک سبک طراحیه. خب شما فکر بکنید که متریال دیزاین اومده روانشناسی روش انجام شده، رنگ ها انتخاب شدن، مفاهیم رنگ ها با حالا مرتبط با هر منطقه انتخاب شده، فونت ها انتخاب شدن، نوع شکل ها انتخاب شدن، سایه، انیمیشن، نمیدونم اشکال مثل کارت ویو، همه طراحی و انتخاب شدن. خب اگر ما همین رو فقط در مرحله UI و مثلا ادوبی XD یا فتوشاپ نگهش داریم، میتونیم به عنوان یک UI کیت ازش نام ببرید. اما در دیزاین سیستم هنوز این تکمیل نشده، سیستم ما کامل نشده. خب مرحله اول اومد طراحی این موارد انجام شد، دیزاین انجام شد، یک گرافیک تحویل داده شد، اما مراحل بعدی برای اینکه سیستم ما تکمیل بشه باید اون رو به تقریبا حالا به زبانهای مرتبط با حداقل اون حوزه بتونه یک فریم ورک ازش تولید کرده باشه که سیستم ما تکمیل بشه. یعنی شما مثلا متریال دیزاینی که گوگل طراحی کرده اومده براش کتابخونه‌ای CSS و HTML و اینها زده، در کنارش برای اندروید کتابخونه زده، برای نمیدونم انتیتی فریم ورک ها، نمیدونم حالا سی شارپ من کار نکردم حقیقتش، شنیدم یه چیزایی. خب برای اونها متریال دیزاین وجود داره. اینجوری سیستم ما تکمیل میشه، از طراحی گرفته میره تا مراحل، حالا طراحی پیشینش هم داشتیم دیگه، روانشناسی و این موارد، از طراحی گرفته میره تا مراحل آخرش بحث کدنویسی فرانت اند هست و حتی به سمت حالا فریم ورک های مثل فریم ورک های مثل ریاکت و ویو جی اس هم حرکت میکنه. این رو میگن یک دیزاین سیستم. پس بسیار فراتر از یو آی کیتی هست که ما فقط بحث گرافیکشو داریم و به موارد جانبی مثل کدنویسی و این موارد توجه نکرده. خب اما مشکل کار کجاست که ادوبی اومده این ویژگی رو مطرح کرده؟ مشکل کار اینجاست که وقتی که ما بخوایم، فکر کنید متریال دیزاین گوگل طراحی کرده، یو آی کیتش رو داده، رنگ بندیاش مشخصه، یکی هم بر اساس این طراحی کرده. خب بالاخره ثابت که نمیمونه متریال دیزاین ما باید آپدیت بشه. خب اگر آپدیت بشه، کدنویس ما چجوری باید اون رو آپدیت بکنه؟ باید سینک باشه دقیقاً با منبع. چرا؟ چون اون رنگ ها رو داره بر اساس این
الگوی طراحی بر اساس این دیزاین سیستم داره اونجا توی کدش قرار میده. اینها باید با هم سینک باشن. ادوبی اینجا اومده لایبرری خودش رو به عنوان واسط قرار داده که از این ور طرح‌هاشو بفرسته روی لایبرری ادوبی، از اون طرف کدنویس ما حالا به طرق مختلف یا شیر میکنیم یا لینکی رو ارائه میکنیم به طرق مختلف. بر اساس این دیزاین سیستم کدهای رنگش، کدهای نمیدونم کلی اسیتس ها مثل فونت ها مثل کامپوننت ها همه بر اساس طراحی بروز میشن و کدنویس ما همیشه طرحهای روز، رنگهای روز و خب در واقع فونت های آپدیت شده رو داره استفاده میکنه. این چالشی که ادوبی قرار بهش پاسخ بده. خب بدون فوت وقت، خیلی توضیح دادم اینجا، حالا به نظرم لازم بود. بدون فوت وقت میریم سراغ ادوبی و ببینیم که چه جوریه که این ارتباط میتونه شکل بگیره. خب من میام پروژه‌ای که توی دوره جامعه انجام دادیم رو باز میکنم، چون حالا مهم نیست، فقط میخوام تستش بکنیم. چند تا کامپوننت داریم، چند تا رنگ داریم، میخوام همین رو استفاده بکنیم و ببینیم که به چه شکل اینجا میتونیم انجامش بدیم. خب صبر میکنیم باز بشه. ما توی اسیتسمون خب المان های زیادی رو داریم، اینجا رنگ بندی رو داریم، یا یکی دو تا هم کامپوننت داریم، یه کاراکتر استایل داریم. خب قطعا یک دیزاین سیستم خیلی فراتر از اینها المان داره. شما میتونید کیت های طراحی رو بگیرید. کیت های طراحی میتونه یه مرحله از یک دیزاین سیستم باشه. من الان این رو فرض کنید به عنوان دیزاین سیستم تکمیل کردم و قراره که بفرستم یا اون رو به اشتراک بذارم. چجوری این کارو میکنم؟ توی هم قسمت اسیتسی که ما اینجا داریم، قسمت بالا invite to media library، مدیا نه، invite to library، میخوام یکی رو دعوت بکنیم که این رنگ ها رو در اختیارش قرار بدیم. من این رو میزنم اینجا. خب ایمیل رو از من میخواد که بعد سطح دسترسی هم میتونم بهش بدم که فقط بتونه ببینه یا بتونه نه ویرایش هم بکنه. من میتونم اینجا کنسل کنم و فقط خودم رو داشته باشم. اینجا میخوام بگم که برای کدوم کتابخونه میخوام این رو به اشتراک بذارم یا نه یکی جدید اینجا ایجاد بکنم. میتونم جدید رو بزنم. اینجا میگم که تست XD34 مشخص باشه برای تست ماست. خب اینها رو من غیر فعال میکنم، فقط برای تست XD34 اون رو پابلیش میکنم. خب صبر میکنم که منتشر بشه. خیلی خب این هم منتشر شد. میتونم حالا ایمیل یکی از دوستان رو هم بزنم. خب تست بتونه ویرایش هم بکنه این وایس. خب حالا اینجا من میتونم برم سراغ بخش assets.adobe و سراغ libraries ببینم چی دارم اینجا. میخوام یک نمونه حالا عینی بهتون نشون بدم در خصوص اینکه چگونه یک توسعه دهنده از دیزاین سیستم یک طراح رابط کاربری میتونه توی ادوبی XD و خب یک نرم افزار کدنویسی استفاده بکنه. خب صبر میکنیم بیاد. یکم سرعت من پایینه. خب صبر میکنیم لود بشه. من اینجا پیش زمینه رو توضیح بدم. من اینجا ویژوال استودیو کد رو دارم و میخوام توی این بیام و این تست رو انجام بدم که آیا میشه اسیتس در واقع ادوبی رو من اینجا پیاده بکنم توی کدم یا نه، که با چی طراحی شده؟ با ادوبی XD. خب اینجا من on you pub libraries لایبرری تست XD رو اینجا دارم. خب ببینم نیومده. من برم سراغ XD. خب اجازه بدید من توی همین این کار رو انجام بدم ببینم چی میشه، یا اگر نشد نهایتا کتابخونه دیگه، چون باید دوست من شرایط رو بپذیره و قبول بکنه، یا ممکنه که تأخیر داشته باشه، نمیدونم. خب برمیگردم عقب و همون
اجازه من یکی دیگر انتخاب بکنم. فرض میکنم همین دیزاین سیستم رو من آپدیتش کردم. ببینم چی دارم اینجا. آره چند تا رنگ دارم. خب یک کامپوننت همون هست تقریبا، میتونم از همین استفاده بکنم. خب حالا مثلا اینجا مثلا میگم فقط نشونتون میدم، قرار نیست ما کد نویسی بکنیم. مثلا توی این قسمت من میخوام چیکار بکنم؟ میخوام از اینها استفاده بکنم. میام اینجا توی این قسمت و خب من باید پلاگین XD رو نصب کرده باشم. XD ادوبی پنل. اینو من کوچیکش کنم. اینم به همین صورت. خب اینجا میتونم یک پکیج برای خودم بسازم. پکیج نیم من تست XD34. یه پوش انتخاب میکنم، تست XD34 و این پوشه رو به عنوان پکیج خودم مشخص میکنم. نکس میزنم، کاری ندارم به اینا. و خب اتنتیکیت من اینجا انجام میدم، دسترسی بهش میدم. خب اینجا مثلا CC لایبرری لینک من رو میخواد. میام اینجا و از این قسمت گت لینک رو میزنم. کپیش میکنم و اینجا ایمپورتش میکنم. الان تمامی آیتم های مدیا لایبرری من اینجا ایمپورت میشه و خوبیش اینه که شما وقتی که توی دیزاین سیستم این موارد رو تغییر بکنید و بروز بکنید، اینجا هم میتونه بروز رسانی بشه و توی تمامی کدهای پروژهتون اگر استاندارد استفاده کرده باشین اونجا هم به صورت خودکار ویرایش میشه و هیچ دردسری نداریم. خب من اینجا تنظیمات رو میتونم ببینم که کاری به این هم ندارم. برمیگردم اینو من ببندم، برمیگردم عقب. توی توکن ها خب رنگ ها رو دارم میبینم. اینجا میتونم ویرایش بکنم. استارت ادیتینگ میتونم عنوان تعریف بکنم. مثلا من بیام عنوان این رو بگم مین پرایمری تایید، یا این مثلا برای خطای من اینجا نشون میده. خب وقتی مثلا من فینیش رو میزنم اینجا، میبینید یه سری پوشه برای من اینجا ساخته شد. پروژه من قبلا اینها رو نداشت. حالا ببینم که به من نشون میده یا نه. من برگردم دارم سراغ همین پوشه‌ای که اینجا داشتم. خب میبینید با CSS من اینجا وریبل من هست و میتونم با همون VS Code این رو وارد بکنم. میبینید دقیقا همین ارور من، مین پرایمری من و رنگ های دیگه ای که اینجا وجود داشت رو من اینجا میتونم ببینم. خب بقیه دیزاین سیستم ها مثل دیزاین سیستم باز میخوام بقیه اسیتس ها مثل فونت، مثل حالا اگر کامپوننتی باشه هم توی ریاکت و موارد دیگه میتونه ایمپورت بشه. صرفا یه مثال بود از این که ارتباط بین یک دیزاین سیستمی که با ادوبی XD میخواد پیاده بشه با یک کدنویس میتونه به چه شکل باشه. به این شکل باشه و از اون طرف وقتی که آپدیت بکنه اینجا میتونه به صورت خودکار آپدیت بشه. خب این هم از ویژگی بعدی بود. یه ویژگی دیگه هم که اضافه شده بود در واقع توی XD، اجازه بدید من از شکل خودش رو بیارم. توی ویژگی کو ادیتینگی که ما داشتیم این امکان رو به ما میده که ما وقتی که توی طرح چندین نفر در حال ویرایش هستن، میخوام ببینیم که مثلا فلانی داره کدوم بخش رو ویرایش میکنه، میتونه با کلیک کردن روی آواتارش، روی عکسش سریعا به اون قسمت بریم و اون قسمت رو ببینیم که فلانی داره کجا رو ویرایش میکنه. محوریت این آپدیت بیشتر روی 3 بخش بود. خب بخش اول 3D ترانسفورم، بخش دوم دیزاین سیستم و ارتباط بین طراح رابط کاربری و کدنویس از طریق مدیا لایبرری،
و در آخر هم محوریت روی کامپوننت. خب یه سری موارد هم هست که مثل همین کوئدیتینگ، ویژگی کوچیکی که بهش اضافه شده و ویژگی‌های دیگه هم که میتونید توی توضیحات اینجا بیشتر مطالعه بکنید. این رو هم من بگم، اینجا ما قبلا برای هر وضعیت نمیتونستیم کدهای مختلفش رو ببینیم، اما اینجا دیگه این امکان وجود داره که ما توی هر کدوم از وضعیت‌ها وقتی که مثلا 5 تا وضعیت رو برای یک دکمه مشخص میکنیم و دسترسی توسعه دهنده به فردی میدیم که بیاد کدها رو ببینه، میتونه بیاد اینجا و وضعیت‌های مختلف این دکمه رو هم اینجا ببینه، کدهاش رو ببینه که به چه شکل است. ما قبلا این ویژگی رو نداشتیم. خب دوستان، این بررسی اجمالی، البته اجمالی بود گرچه طول کشید، ولی خب به قول من حالا از نظر من اجمالی بود. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم و امیدوارم که تا پایان این ویدیو همراه بوده باشین. ویژگی‌های ادوبی XD نسخه 34 در اکتبر 2020 رو با هم دیگه بررسی کردیم. موفق و پیروز باشید و خدا نگهدار.